سلام دوستان، ما انسان ها آرزوهای بسیار داریم. این برایمان معلوم است. ولی عیناً چی آرزو داریم؟ اینش حالا نامعلوم. از این رو پرسکو کردیم در موضوع آرزو. خوب می توانیم سر کنیم. البته آرزو یکی از مسئله های مهمی موضوع خیال هست که در پسیکولوژیا این موضوع کلان هست. خیال ها چگونه می شوند؟ خیال ها می توانند با واقعیت از واقعیت دور باشند، با واقعیت نزدیک باشند. بعضا می شود در آدم خیال همچون مکانیزمی محافظتی عمل کند، کار کند. یعنی چگونه؟ یعنی انسان وقتی که در عمل کاری را انجام داده نمیتواند و میتواند همون کار را در معینه سر به وجود بیارد و معینه سر از همون فعالیت، از همون образи آفریده قناعتمندی حس کند. اما چون که در بالا گفتیم این همچون مکانیزم محافظتی است که من بعد آدم را پسیو میگرداند، یعنی از واقعیت دور میکند. خیال های به حقیقت نزدیک چی؟ بعضا خیالاتی هست که با واقعیت خیلی نزدیک دارد که این را آرزو میگویند. پس آرزو کردن خوب است ها؟ البته آرزو کردن خوب است، اما آرزویی که با واقعیت نزدیک باشد آدم را همچون متیو به پیش میبرد. درست. و وقتی که آرزو از بودش زیاد است و همیشه در خیالات آفریده می شود، این آدم را به پسیوی، به کم ارزشی آورده می رساند. از این رو یعنی آرزو کردن خوب است، همون آرزوهایی که به واقعیت نزدیک باشد. آرزو را چگونه می توان به حقیقت برد؟ در اینجا آرزو هست و مقصد گذاری، یعنی چقدر که ما همون آرزو رو به مقصد گذاری تبدیل دهیم، همون قدر آدم متیو میخورد، آدم مرام میگیرد و برای پیش رفتن امکانیت پیدا میکند. بگذار چنین باشد. و وقتی که این آرزو به مقصد تبدیل نیافت، در نتیجه آدم خام میماند و به پیش حرکت نمیکند. سوال پیدا میشه. فهمم. شما که روانشناس هستید و به‌واسطه با مردم سر و کار دارید، چی میگویید بابت آن که امروزها مردم تا چه اندازه آرزوهایی به حقیقت نزدیک دارند؟ در حقیقت بعد صحبت ها با دانشجویان که صحبت میکنیم، در حقیقت کم هست که مقصد دارن، کم هست که آرزو میکنن. آرزو دارن اما آرزو در معینه سر خام میموند. یعنی یک آرزوهای به واقعیت تماما دور، از واقعیت دور که آنها را برعکس به پسیوی برده میرسوند. برای اونی که ما درباره اکثریت گپ زنیم، البته تحقیقات اجتماعی پسیکولوژی لازم است که از روی همون نتیجه پرسش به یک درجه البته میرسیم. میدونید چی؟ ما نظرسنجی گذرانیدیم. دوام میدهیم. یک تفصیل خردکک هست و معلوم شد که برخی از نفران حتی آرزو ندارند و یا در آرزوی خود نه آنقدر استوار. من فکر میکنم که در اینجا وابستگی فکری، وابستگی رفتار از نفران دیگر هست. یعنی شخصی که آرزو میکند، شخصی که آرزوی خود رو در عمل اجرا میکند، اون علاقه به مستقلیت خود، به موفقیت خود باور دارد. وقتی که آدم به موفقیت خود باوری ندارد و در نتیجه آرزو هم نیست، یعنی نه کمتر میکند، آرزو کمتر میکند. برای همین چقدری که ما از رویداد، چقدری که ما از سخنهای اطراف، از جمعیت، از چیگیم استانوفکا، یعنی که مقصد گذاری های جمعیتی وابسته باشیم، همون قدر آرزوی ما خام میماند و ما برای رسیدن به مقصدهای اجتماعی کوشش میکنیم، نه اینکه به رسیدن به مقصدهای شخصی خود. من این رو فهمیدم. تشکر. اکنون باشد این نظرسنجی را منظورتان میگردانیم. سر کنید. آرزوی کلانترین شما چیست؟ البته انسان بی آرزو نمی شود، هر جایی که خدا خواسته شده. آرزوی کلانترین ما، هر یک شخص از جامعه البته آرزو می دارد. و آرزوی من اون است که زندگی خوب داشته باشیم، و چون صاحب فرزندان را خانه‌دار کنیم با سر بلند و چی مقصدی که داریم، یعنی اون مقصد ما یعنی که جامعه عمل کشد، این آبروی داشتن در جامعه و اصلا صاحب زندگی خوب بودن. کلانترین
نمیدونم ارزو بسیار کلونش نمیدونم خدا خیر، یکی از آرزوهایتان را گویید. این جه بایده هیچ نه سلام دخترا، ما از تلویزیون سفینه این برنامه پرسکا و سوالی عادی داریم. میدونم که تو سخت بندی، اما من باید برای یک چیز رو بگویم. آرزوی کلانترین شما چیست؟ در ساحه خود متخصصی خوب شدم. آرزوی کلانترین همین به دانشگاه داخل شدن و مقصدم خواندن بود. خدا را شکر شدمش. حالا چی آرزو دارید؟ باز خیلی آرزوها بسیارم. میخوام سلامتی مادرم نقص شود. کمتر سلامتیشان ناجور است. میخوام سلامتیشان نقص شود. شفای کامل میخواهیم. آرزوی کلانترین من با خلاهای بلند زندگی رسیدن یعنی دانشمند شدن. یگان ساحه علم را ترقی کردم. همچون خیمیک میخوام یگان دارو یا یگان نوگانی آماده کنم. طبیب بهتری شدم. ولی فکر نکردم. یگان آرزو ندارید؟ فکر کردنی نیستم. خب ما این دانشگاه میخوانیم برای اینکه صاحب معلومات شویم. آرزوی ما همین. این عالی است. تشکر. آرزوی کلانترین البته دارم. چیست آرزوی کلانترینتان؟ در ساحه اختصاصی خود کادری بلند اختصاص شد. آرزوی کلانترین من این که دانشگاه را با بهای خوب و اعلی ختم کرده به خلق وطن عزیز خودم خدمت. آرزوی من همین است که فرزندان ما کلان شود. فرزندان هم از حاضر وظیفه دارند، کار دارند و نبیره‌هایم از زندگی دارم، نبیره‌ها را کلان کرده استادم. میخوام که آنها صحت سلامت کلان شوند، خوشبخت باشند. میخوام خوشبخت باشم، خرسند باشم، دلم شاد باشم. آرزوی کلانترین آرزوی کلانترین رسیدن به همه آرزوهایم. پس یکی از آرزوهایتان چیست؟ آرزوی کلانترین هم این یک شخصیتی شناخته شدن در تاجیکستان. احتمال یگان وقت در آینده کی میداند؟ آرزوی کلانترین ندارم. آرزوی کلانترین و همه آرزوها یک بار تمام شدند. Это секрет. انا این حساب نمی شود. چه بگم آرزو من پنسیونر هستم دیگه آرزو که چه بگم؟ با فکرم حالا دیر نشده است. هر یک انسان آرزوی هوس دارد. شما چی؟ همین نیتی و مقصدی و خیلی آدمای کلانشون که اگر زنده باشیم اگر برای یعنی خلق برای مردم خدمت میکنیم. اینقدر مقصد داریم دیگه چیز. آرزوی کلانترینم یعنی یک بار به ترکیه سفر کنم. شهری امید و آرزوهاست. آرزوی کلانترین من شکوفانی همین دولتی تاجیکستان، دولتی صاحب استقلالی ما فقط به پیش رویم طوری که جناب عالی میگویند در برآمدهای خود تاجیکستان به پیش. فقط همین را تمنا نماییم. آرزوی کلانترین من با آرزوهایم رسیدن است. میخواستم از یک چیز رو بپرسم. پس یکی از آرزوی شما چیست؟ یکی از آرزوهایم برای خلق وطن خدمت کردن است. تشکر. البته تمنا داریم که کلی مردم به آرزوهای خود برسند. ولی خودی مردم چی امید دارند؟ باوری دارید که به آرزویتان میرسید. اینجا تا چه اندازه قوی اراده بودنی مردم معین می شود. خوب دقت. همه دقت کنند. باز همون جواب قبلی که گفتم که چیزی که خدا خواسته باشد البته. هیچ کس پیش گفتن نمیتونه من برای آرزوام میرسم یا نه. امید داشتن در کار. شما که میگن از ناامیدی با امید است، پایان شب سیاه سفید است. شاید درست. اگر کوشش کنم دعا میکنیم که رسیم. حتما کوشش کنم چون البته. یعنی امکان پذیر است. البته کوشش میکنم به آرزویم برسم. اگر کوشش کنم البته برای که من در خود باوری دارم. زیرا که میگن شخص به خود باوری داشته باشد، اطمینان داشته با همه قله‌های مقصد خود میرسه. بله میرسم البته. باوری دارم. ممکن برای چی اگر که آرزو از ته دل باشد و صدقم باشد با آرزو ما برای حالی با آرزو رسیدن یعنی که کوشش نماییم حتما که با آرزومون میرسیم. خدا خواهد. ممکن. خدا خواهد. البته با آرزوام میرسم. البته. آرزوی نیت نیک این خود نیمی دولت است. درست. ما هم به این باور داریم. ولی باز یک چیز دیگر. با حلوا گفتن دهان شیرین نمیگردد. برای به این آرزو رسیدن چیکار کرده ایستادید؟ خیلی که با حال ما که از پی او نشدیم که البته که با آرزوی خود برسیم.
باید برای پیشبرد و زندگی خصوصا زندگی مثال با کار و فعالیت مشغول هستیم. برای به این آرزو رسیدن البته مهنت کردن در کار، کوشش کردن که با مهنت زیاد با همون آرزویی که در دل داری در سر داری با همون آرزو فقط محض با مهنت و با فکر و با عقیده خوب رسیدن میتوانی. شما حقت. کوشش کرده ایستادم. امروزها خیلی بسیارتر از بالای خود کار کرده ایستادم. در سایه لواگی گرفته ایستادم. من کارم رو دوست می‌دارم. عین حال کار میکنم، میخوام که داراش یگان چی یاردم از من باشد کنم هم کارم. کوشش خواندن و غیرت کرده ایستادم. های مشقت کشیدیم، درس خوندیم. من کوشش کرده است که برای مقصدمون برسیم. با معجزه باور کن. خوب خوانده ایستادم. عین حال دویم کورس هستم. در جدای همین اختصاص خودم خوانده ایستادم. حالا سعی و کوشش میکنم، تلاش میکنم تا که با آرزوهایم جامعه عمل بشه. برای با آرزوها رسیدن، خواندن آنها، تربیت کردن آنها، این یک از وظیفه‌های مهم است برای هم پدر و مادر، هم برای بابا و بیبی هم. و هم آرزو رسیدن، هم فقط دل صاف گرفتن در کار. دل خرسان و دل صاف آدم وقتی معامله خوب کردن در کار. برای با آرزو هم رسیدن، کوشش کرده استیم که برسیم، یعنی که مهنت کرده ایستادیم. کوشش میکنم. پیشروی کرده ایستادم. مهنت کرده ایستادم. هر چقدر کنم میتونم. حاضرش با من در همین دانشگاه آموزگاری سرمتخصص کتابخانه دانشگاه آموزگاری هستم. کار و فعالیت میکنم در اینجا. حالا با کورس‌های زبانی انگلیسی رفته ایستادم. باز میخوام که در آینده باز با کورس‌های زبانی روسی هم روم تا اینکه دانشم رو سرقلبیم و مقصد خود رسم. این کاری جدی است. البته. اول مهنت کرده ایستادیم به خلق، به وطن. خودی در جستجوی علم هستم و گاهی با مکتب رفتم. از حال کودکان با خبرم، با آنها چیزی که میدونم، چیزی که میخواهم از آنها طلب میکنم و با آنها یاد میدهم. یعنی چیزی که با ما آموزگاران هم میگویم، ما کوشش میکنیم زیادتر از خود که علمی زمانه رو برای به این یاد رسیدن عین حال در اکادمی اداره دولتی نزد پرزیدنت جمهوری ترکیه تحصیل نموده ایستادم و خدا خواهد آینده بر یگان مقامات دولتی در آمده کار فعالیت میکنم و به خلق خود خدمت میکنم. ببینید، شاید شما استعداد داشته باشید. خیلی خوب. اکنون باشد با نتیجه قناعت بخش برنامه نوبتی را به انجام میرسانیم و در آخر تمنا داریم که بگذار به هر یک آرزوی خرد و بزرگتان برسید. دوستان عزیز همیشه سلامت باشید. خیر.